خدا نخواهد برگی درخت نمیجنبد. نصیحت رامان و کلمات را عرضه کن. جناب معزی، دخترتان را دوست می‌دارم و با او خانه‌دار می‌شوم و شما با این مانع نمی‌شوید. تو را یافتم جنگاور. سنم؟ دخترم. سنم؟ دخترم. салому алайкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи Қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости Аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. Мошинҳои замонавӣ дорои вайфай бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. дигар аз ман пинҳон шуда наметавонӣ ҷанговар. ки будани туро фаҳмидам. мекушам туро. نترسانم. خوب میشوی نترس. نترسانم. هجری مرا تنها نگذار. نزدت هستم. همیشه در نزدت هستم. یا خدای من شکار کردم. زود باشه، زود
خانم تونین آنقدر در هیجان و خوشبخت هستم که ناگفتنی. پگاه به خانه بخت رفته خانه دار میشه. ولی جناب عزمی من هم بسیار خوشحالم، بسیار در هیجانم، حتی راست ایستاده نمیتوانم. اصلا جای شما قلبم است. از همه زیاد به آنجا میزوید. البته خانم تولین. بسیار شیرین هستید. شما شیرین تر هستید. پدرم با خانم تولین پگاه خانه‌دار میشوند. اینها خانه‌دار شوند، من با ملیس چی خانه‌دار میشوم؟ این جایز باشد؟ این رو در حال رفته از هجری پرسیدن لازم. بعدا رفته سقراطی بیشرف را یافته ملیس را از خطر بابای قادر رها میکنند. این سقراط نیست مگر؟ اینجا چی کار داشته باشد؟ میرویم. این آدم رو در آسمان میگفتیم در زمین بوده است کو؟ یا اینکه این باز برای دستگیر کردن جنگاور به صنمدان گذاشته است؟ مکانت را با بابای خودیر گویم ملیس رو از این خطر رها میکنم. نو کارت تمام شد سقراط. زهرا چرا باور نمیکنی؟ با چشم خانم به هر چیزی در آمده بود، با او یاری میدادم. کار مثل دیدت نیست آخر. زیاد دروغ گفتنت را مان. همه چیز آشکار و عیان است. با من خبر نداده به اینجا آمدی تا این که با این زن واخوری. چرا قبول نمیکنی؟ نه آخر زهرا، من اینجا برای دیدن دخترم آمدم. از اینجا نزد تو میرفتم. لطفاً آیدی این مسئله درست صحبت کرده میتونی؟ چی؟ زهرا چی کار میکنی؟ باز شرم نکرده از من میپرسی که چی کار میکنم زیو؟ زود اعتراف کن که مرا با این زن خیانت کردی. نه آخر تومت همین خطر نمیشود کو. تو خاموش باش، با تو بدگرد میزنم اجینه سری خاکستر. زهرا کمی عیب را هم بدان. ای کاری کرده ای تو رو میگویم زیو. کاش که در محبس میموندی و با زنهای بیگانه عشق ورزی کردن نمیگشتی زیو. آبایه چشمانی تو از رشک زیاد کور شده است. چی گفتنت را نمیفهمی؟ خوب دادن حاضر نشون میدیم به تو. چی کار میکنی؟ بیازم زنگ زده در اینجا بودن تو رو خبر میدیم. زهرا زهرا دیوانه، مگر دیوانه اینجا بیا؟ نه یعنی من نفهمیدم که کالتا کیلاس چرا تو رو همچون لقمه استفاده برده است. تو با سقراط چی علاقه داری؟ اکی اونال چی علاقه دارم؟ کالتا کیلاس مجبورم کرد. باید سقراط رو زنگ زده کی بودن جنگاور رو میدونم گفته و خورده صحبت میکردیم. کالتا کیلاس باشد اومده سقراط رو میکشت. ای بیشرف، یک جنایت دیگر هم میکرده است. اکی اونالم. اکنون من چیکار میکنم؟ کالتا کیلاس فهمید که او رو افشا کردم از پسند میشم. ای پسرم چی میترسی ها؟ از پسند ما هستیم، تو رو محافظت میکنیم، پروا نکن. یا خدایا زهرا زنگ میزند. بخیر باشد انشالله. چیزی شده است؟ بخیر باشد. لب زهرا. یزنه زهرا چی شده است؟ زهرا گوش کن لطفاً. یزنه زهرا گبزن چیزی شده است؟ یا اینکه کالتا کیلاس رو دیدی؟ زهرا یزنه وای رو پرسیدنی بودم من. چی رو میپرسیدی؟ یزنه سمیرا ندیدید؟ سمیرا؟ سمی در نزدم است. چی شده است؟ وای از صبح او رو ندیدم، برای همین خواطر شدم. یزنه سمی در نزدم است جونم، پروا نکن. کالتا کیلاس او را برای دستگیر کردن سقراط چون لقمه استفاده کرده است. زهرا گوش کن، اگر کالتا کیلاس رو دیدی به من حتما خبر رسان. تمام یزنه، اگر بینم حتما خبر میدیم. رحمت جانم، میدونستم که مرا نمیفروشی. گرد دستی افلاست رو دیگر هرگز رو برویم نبرازی ها. آنها کجا شدند؟ اوف
барои халос шудани калтакелас ман бояд дар назди суд ҳақиқатро гӯям. вале агар ман ҳақиқатро гӯям, манро ҳабс мекунад. агар нагӯям, калтакелас маро раҳо намекунад. беҳтараш ба хона меравам, шиносномаамро мегираму ҳама пулҳои амаки Акрамро гирифта хориҷа мегурезам. хайрият ки ба ёдам омад. акаюнал ман метавонам гурезам. рафта метавонам. тамом сами метавона равӣ, вале гӯш кун, гуфтаҳоямро ҳаргиз фаромӯш накун. шудака бибахшед. калтакелас аниқ аз паси сами таъқиб мекунад. мо бошим онро дастгир мекунем. нағз санам иншолло шифо меёбӣ. دخترم از برای تو شده دخترم را پراندم. تو را میکشم من. дуо кун ки ба санам чизе нашавад, вагарна ҷазоятро медиҳам. خدای من برای بسرم آمده رو بی سقراط از پسم، اونال از پسم، من باشم از پس رشک زهرا. خدا لعنت کند. کاش دمم میگرفت و چشمی او را پف کرده نمیتوانستم. زهرا اینها چیند؟ یک دسته گل. تو با وی خونه رفته این دسته گل رو با وی زنی افلاست بده، فهمیدی مرا؟ زهرا چرا این خیل میکنی؟ من تنها تو رو دوست میدارم. چرا این گل ها رو برده با آن زن دهم؟ خوب مادامی که تنها مرا دوست می‌داری نباشد و زن را از حیاتم بیرون کن زیو. بیرون میکنم البته، اما اول سمی را پرونده جانم را خلاص کردنم لازم. بعداً بس من همش را میفهمانم و زن را از اینجا دور میکنم. قول میدهم. از برای خدا کمی صبر کن. صبر باز چقدر صبر؟ زهرا کمی طاقت کن، چیزی نمانده است. کمی صبر کن لطفاً. برای از آن زن خلاص شدن باید کاری کنم، ولی چی کار کنم؟ حال دخترم چی است؟ جای خواطر شدن نیست. تیر به کتف زده گذاشته است. کارهای لازمی را کردیم. فردا صبح او را جواب میدیم. کمی پس به اتاقش میبریم. خدا شفا دهد. خدا را شکر. خدای شکری بی پایان با تو. سنم هجری جان با تو چیزی می شود گفته بسیار ترسیدم، اما شکر خدای مهربان که خوب هستی. سازی آخی جانم، تو که در برم باشی من همیشه خوب هستم. هجری چرا رای تیر رو گرفتی؟
اجازت نمیدادم که از دست پدرم به تو ضرری رسد. تو میمردی من چیکار میکردم؟ من چی؟ با دخترم تنها بودن میخواهم. مرا ببخش دخترم. تو یگان ضرر کلان میرسید. هرگز خودم را نمیبخشیدم دخترم. همش از پشتی آن معزین شد. پدر، بار دیگر به هجری ضرر رساندن خواهی خودم رو میکشم. چرا اینکه گپ میزنی دخترم؟ مرا شنیدی پدر؟ بابای خدیر، مکانی سخرات رو یافتم. در اونجا هستم. راست میگویی؟ حاضر سراغش رو با پیامک میفرستونم. از این ساعت پس به طور مویسر ملی ضرر رسانی تو رو میکشم. آها، میلیس رو اکنون از خطری بابای خدیر گفتنی آدم نجات دادم. رفته این رو با میلیس خبر رسانم زود خونه برگردن. یا کاری مهم برآمد دخترم. باز میآیم. میرویم. سردارم، سمی از کی پنهان شده ایستاده است؟ پسرم از کلتا کلاس پنهان می شود. دستگیر می کند. گفته می ترسد. سمی بچه ترسان چک است. میدونی کو؟ دخترم رو هم بینم بعد از اینجا دور شده روم. آی سمی از پشتی تو بین به چی حال گرفتار شدم. باز پا در گریز هستم. خدا لعنتت کند سمی. این سمی بیشرف نیست مگر؟ حاضر من به تو نشان میدیم. زهرا دیگر مرا در این قصر راه نمیدهد. شناسنامه و پولها را گرفته به خارجه گریخته لازم. بله همین کارو کردن لازم. از در پیش نمیدرایم، از طرف حوض میدرایم.
گفته بودم میخنده کلتک ایلس از پس سمی است. لوید بیسر رو تقیم میکنیم. تمام. اون کلتک ایلس ای کنی اینجا بیا. ایست تسلیم شب کلتک ایلس. ایست لعنتی. مکان گفته کمال سیاه همینجاست. سقراط باید همینجا باشد. نشانگیر را بگو جایش را گیرد. مایلش بگو خودش. در حال با عدنان جسور صحبت کردنم لازم. ملیس جان کی هستند آن آدم ها؟ چرا تو پنهان میشوی؟ چیست آن خطر؟ از دیوانه ها پنهان میشوم. همش از پشت کمال سیاه شد. ملیس کمال سیاه به این چه علاقه دارد؟ مادر از برای خدا حتی نامش را شنیدن نمیخواهم. از وقتی که او را دیدم سرم در بلا گرفتار است. مادر تا وقتی که خطر پسی سر نشود کسی ملیس بودنم را نفهمد. فهمیدی؟ همه مرا عدنان جسور فکر کنند. چی؟ ملیس؟ دخترم از صبح تا شام با این کمال سیاه یک جای هستی. عدنان بودنی تو را نفهمیدو؟ نفهمید مادر، نفهمد. آخر در نزد چشمش بودن رو نمیبیند. او ابله هست آخر. با حالو همین خیل ها؟ یعنی عقلش نگرفت و نفهمید. مثل همین گفتد. گوش کن مادر، من از این آدم خلاص شدن میخواهم. تو باشی رفته با پدری او خانه‌دار شدنی. دیروز تکلیف کرد پای با خانه‌دار میشوی. همین نمیرسید. این رو با تو پیشتر هم صحبت کرده بودیم. دیگر چیزی شنیده نمیخواهم. با آن آدم خانه‌دار شدنت رو نمیخواهم مادر. ملیس من با جنابی ازمی خانه‌دار شوم. کمال سیاه با تو خانه‌دار شدن نمیتواند. مشکل چیست؟ چی خیل خانه‌دار شوی؟ چی ها گفته ایستاده اید؟ من او رو در زیر پایم دیدن نمیخواهم. مادر شما با او خانه‌دار شوید. گپ همین. ملیس من با جنابی ازمی خانه‌دار میشوم. دیگر هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. کافی است. اوف مادر اوف. با دستشویی رفته لباسهایم رو عوض کردن لازم. آه خدایا. خیر شب بخیر. کمال سیاه خوب هستی؟ خوب آمدنم برادر. تو چی خیل هستی؟ خوبت نبود چی؟ نه خوب وای به حاجت خانه رفتنی بودم. تو اینجا چیکار میکنی؟ چی کار داری؟ یک چیز رو فراموش کردم. برای گرفتنش آمدم. خوب فهمو. خیر پگاه میبینیم. میبینیم ملیسی جسور. میبینیم کی با کی خوبتر بازی میکند. میبینیم. دوستانی عزیز، اگر شما خواهش سفر کردن با وطن را دارید و میخواهید که از شرکت بایرنوک چیپته هواپیما را خریداری نمایید، مرحمت به شرکت برداران تاجیک ما که سالهای درازکار فعالیت میکنند زنگ زنید و ما برای هر یک چیپته فروخته شده کفالت میدهیم. زیرا برای هر یک شخصی خریدار پیش از همه بایرنوک بودن شرکت خیلی ضرور است و ما این شرکت را برای شما دوستان توصیه میدهیم. شرکت و زیاد از 5 سال میباشد که کار و فعالیت میکنیم.
خدا از کلتاکلاس خلاص شدم ها؟ به شرف فکر میکنی که تو رو دستگیر کردن نمیتوانم؟ خیر خوبش این که اون از پسم نیست. کلتاکلاس فکر کردی مرا پسی سر کردی میخله؟ سردارم چرا در رفته دستگیرش نمیکنیم؟ ایست پسرم ایست. اگر حاضر رویم گریخته میروم. اول یک به بالای سری سمی برایت بعدا او را دستگیر میکنیم. نه شناسنامه رو گرفتم نه پول ها رو، اما خیریت جانم رو خلاص کردم. با خدا بسیار خوب شد. تو فکر کردی که دیگر دستگیر کردن نمیتوانم؟ رهایم کن به شرف. کن اینجا بیا، اینجا بیا. رهایم کن. بیا با سقراط کار دادنتو نقد میکنی. اکه اونال تو خدا کردی. یلت بس که دفعه بپرم. آنها با کجا رفتند؟ سردارم با فکرم با جای بازی‌های ترس‌آور در آمدند. اوجاست اوجاست. او بشرف دستگیر میکنم تو را بشرف. رفتم اکاون یک دقیقه با فکرم اینجا منتظر شویم آنها میبرند. اوجاست تو چی اینقدر ترسان چه گستی؟ رفتم سردارم من یک باری میترسم. آخر در درون اشتهار است. خدای من چشون آمین اصلا تو از من بیترس بی ناموس. راو بیا چی گفته؟ راو این صدای کلتاکلاس است. با خدا بخورن اینا. اینجا هم اکینا کمیاش بیا ببروی برگا. سردارم کلتاکلاس در قچاقتونه. فکر کردی از من گریخته میتوانی بیاخ؟ جنایتکار من نیستم اونال. سمی است جنایتکار. او با سقراط یک جای کار کرده است. او را دستگیر کن. چه علاقه دارد تهمت میکند؟ خدامت آن است. چی شد؟ لعنتی حال چی گپ شد لبن؟ بگیرم که بکشلمه. کلتاکلاس ما را با این لباس ها با فکرم نمیشناسد. اونال مرا با این لباس هرگز نمیشناسد. آنها کجا شدند؟ کدامش کلتاکلاس است؟ سردارم با فکرم وامپیر است. از پس وامپیر میروی. وامپیر نیست. با فکرم گرگ است کلتاکلاس. داو لبن این مردک وامپیر است.
جا بیا به شرف کنی خواب کن سردارم بروک شب این خواب شب کش سردارم تو را سردارم من شما را گفتم که ومپیر را تعقیب کنی بی شرف کلتکیلاس از دستم رهایی نداری لعنتی تو دوشف خیلی شب به عقل سمی باز وا میخوریم به شرف акай унал бисёр тоб хӯрдам гарм шудам ба худо рафт калтакилас дам та бигим маймун бад гап мезанем чаро дер карди хаёлӣ ин қадар таъҷили ҷиғ задӣ суқрот ки будани ҷанговарро фаҳмидам ҳадаф зери нишон аст ҳарон кӣ будааст ҷанговар касе ки мунтазираш набудем ҷанговар ҳадаф парронда шуд тамом дарҳол аз он ҷо дур шуд ҳаракат кун суқрот суқрот ای بچه آدم دوست داشته شای قدر منتظر نمیکنه کجا شدی کلتکیلاس؟ چیکار کردی شوکت؟ من را میکشد یاری دهید خاموش این منم من تو هستی ها؟ این چی لباس است برادر دیوانه شدی مگر تو؟ در شهر با چنین لباس میگردی به تو میزیبد مگر ها؟ برادر برای چی لباس را پوشیدی؟ برادر چرا لباس بتمن را پوشیده یا؟ تو برای چی پوشیده؟ من هم برای همان پوشیدم یا خدایا از پشت تو پوشیدم تو این را پوشاندی فراموش کردی؟ خاموش مرا گوش کن قریب بود که سمی را دستگیر کنم باز اونالی بدبخت برآمد چیکار کنم برای گریختن این را پوشیدم سمی را داشته به سقراط کار دادنش را اثبات کردنم لازم وگرنه کارم بد می شود بهترین فکر برادر عاجلا بانو را دزدیدنم لازم یه با سر نکن بانو دزدیت را یه توبه یه خاموش باش جای رفته شب را گذرانیدنم لازم شکر کن برادر که به مثل شوکت برادر داری یک جای تنج میدانم بیا بریم رفتیم کنی بیا کمی گپ زنیم گپ میزنم گوش کن جناب معزی تو را با خوبی میگویم از حیات دخترم در حال بیرون شو بله دخترم تو را دوست می‌دارد و درجه‌ای که برای تو شده خود را زیر تیر انداخت این را میدانم اما این حسیاتی هست که میگذارد شما با یکدیگر مناسب نیستید فهمیدی حقیقت همین است
دخترم مرور زمان میفهمد که تو برای او مناسب نیستی. من نمیخوام که دخترم بیهوده وقتش رو صرف کند، فهمیدی؟ این گبران نغز اکک در گوشت جای بود. تو هم وقتی از این رو برگشتن رو داری. تو لایق دختر من نیستی. این رو فراموش نکن. اصلا تو برای پدری سنم بودن لایق نیستی. تو چی میگویی ها؟ سنم تو رو همچون یک آدمی تاجری سلاح دار میدونم، اما من حقیقتی تو رو میدونم بابای قادر. موادهای مخدر، خیراج، آدم ربایی، تجارت سلاح کاری نیست که نکرده باشی. نمیخواهم که اینها را سنم داند و اندوهگین شود. این کارها را بس میکنی وگرنه سنم را دیگر به تو نشان نمیدهم. گوش کن، تو کی را گپ یاد میدی ها؟ عجب این آدم کی باشد؟ کارهای میکرده مرا از کجا میداند؟ بابای قادر، این بیادابی ما از این را باز میبخشید مگر؟ این آدم بسیار خطرناک است. مرا از دخترم دور کرده میتواند. من این را نمیخواهم. چی کار کردنم را میخواهید؟ صبر کنید. دخترم شفا یابد. کاری لازمه را میکنم. فهمو آقا. یا خدایا من چیکار کنم؟ چه خیلی مانع این خانه‌دار شوی شوم؟ از این زن چه خیلی خلاص شوم. به کجا نگاه دارد اینقدر با مهر و محبت؟ عدنان خوشش آمد از چی؟ تشکری زیاد جناب عدنان. نمیارزد. وای، چند روز است که در اینجا هستید. یک بار هم اومده شما رو خوش آمدید گفته نتوانستم. بخشش میپرسم. تشکری زیاد خانم بهار. رحمت. چی شده ایستاده است این زن؟ چرا با من این خیلی نگاه میکند؟ دخترم، تو رفته در اونجا با خودت بازی کن. دخترتان هم بسیار زیبا بوده است ماشاءالله. جناب عدنان، مرا درست نفهمید، اما اصلا سومن دختری من نیست. یعنی در اصل من شوهر ندارم. چیکار میکندین؟ مگر من از این زن مجرد بودنش رو پرسیدم. این زن رو از من خوشش آمد چی؟ وای داد، بلای به سرم اومده رو بین. شیطان رو بین، شیطان رو. روی روز عدنان رو گپ داده ایستاده است. بیهوده گناه زیا را به خود گرفته. یعنی جناب عدنان، من هم مثل شما اینجا بیگانه هستم. یعنی خوب نمیدونم به کجا رفته در کجا سر کردن ممکن است. چی خیلی؟ این زن از من دعوت منتظر است چی؟ عجبا، نمی شود که با هم تنها برآمده یگان چیز نوشه میخوریم. خانم بهار، من باید خودی حاضر با یک رفیقم حتما بخورم. حاضر، خودی حاضر، من میروم. یگان وقتی دیگر انشالله. معلش، اما یگان وقتی دیگر گفتید باز فراموش نکنید. این قول است. قول دادید میخلی؟ از راستی این مرا پسندیده است؟ یا خدایا بین به چه حال گرفتار شدم. مالش ها. تمام، بهترین قول دادید، به خدا قول دادید، فراموش نکنید. مایلش خیر. خوب کو من بین آنها در آمده کار میکنم که از این زن خلاص شوم.
بیا. سردارم موافق خبره که به ما رسیده است دیشب از سقراط و بسنپ پراندن، همین را میدونید؟ پراندن گفتی؟ مرده است مگر؟ اینش رو لیوین نمیداند. اوه کلتاکیلاس، نهایت سقراط را هم کشتیم. سردارم چرا اینقدر باوری دارید؟ شاید کلتاکیلاس نکرده است؟ دیگر کی میکرده است؟ کلتاکیلاس کرده است. جنگاور؟ شاید جنگاور کرده باشد. نه، جنگاور این خیلی نمیکند، آدم نمیکشد. سرش رو که میکشوید؟ حاضر هیچ چیز گفته نمیتوانیم و وقتی احتیاج داریم. کی بودنی جنگاور رو گفتنی بودی که تو رو پراندد؟ این رو کی کرده است میفهمم سقراط. کارت رو من تمام میکنم. مرحمت برای کن. بیا آیسته با دقت باش، با دقت باش برای کار برادر. دامبولا یعنی در یک شب هر دوی ما خانه‌دار میشیم ها؟ تصادفه. من هم امشب به خانم تولین خانه‌دار میشم. از خوشحالی پرواز میکنم. با خدا من هم چنین هستم. در وجودم بهار را حس میکنم. بچه ها میدوم، پرنده ها میپرندی. خدا خیر توی رو در کجا میکنی؟ یک مکانی بسیار زیبا را میدونم. بچه ها آنجا، آنها همش رو تشکیل میکنن. من در صحن حولی قصر میکنم. توی ها رو یک جای میکردیم نمیشد دوستم؟ باز زیباتر میشد آخر. سلام آقا. مسئله طربخانه حل شد؟ در مسئله طربخانه یک مشکلی خوردکه که پیدا شده که. چه خیلی مشکلی پسرم؟ خوردکک یک مشکلی خوردکک اکا. طربخانه شب بند بود، از یکم طربخانه دیگر رو بینیم. شما چی ها میگوید؟ دیگر طربخانه را نمیخواهم، همان طربخانه را میخواهم. اما این بگان طربخانه بند است. چه خیلی بند است تایلاق؟ نه چه خیلی بند است؟ با بند بودنش کار ندارم. آنجا را خالی میکنید، گوسفندهای کار خالی میکنید. گفتم تمام و سلام. اکر طربخانه دیگر هم است نمیشه باقی. گوش کن پسرم، بی عقل هستی ها؟ گوسفندهای کار چرا یک گپ را تکرار کرده میگردید؟ همان طربخانه را میخواهم. فهمو؟ شد تمام. بیا راضی شو. یک جای در حولی قصر خانه‌دار میشویم و کار تمام. دامالعظمی با خدا آفرین، با شما بسیار فکری عالی جناب. باید این فکر رو عملی کنیم. اگر همین کار شود هنگام کشا تنها حس نمیکنه، بهترین میشود. این خیلی نمیشود تایلاق، نمیشود. اکا یا فکری عالی جناب. بیا امروز هم توی تا در طرفخانه دیگه میگذرونه، پگو بود هم طرفخانه میگذرونه. اکا خودت گفتنی هستی که انیق در یک طرفخانه دو توی میشود. من شخصا خودم با تو در یک روز برای خانه‌دار شدن آماده هستم. اکا اعتماد را گیر گفتم. این به عقل را بینه، با من در یک روز خانه‌دار بشود است. بیا با گپی من راضی شو. در صحن حولی قصر میگذرانیم. در حقیقت بسیار زیبا میشود. شد تمام. همه مصرف ها را خودم میکنم. جناب کمال لازم نیست. من فرمایش دادم، قریب تمام شد، لازم نیست. با خدا قسم نمیگذارم که دستت را بجای بد اندازی با همین شرط قبول میکنم. شد جناب کمال، اینها را بعد هم مصلحت میکنیم، مهم نیستند. کمال برادر، باید کار کردن مانع خانه‌دار شوی آنها شویم. حق است یادنم برادر. اینها خانه‌دار شوند من و ملیس میمونیم. یا خدایا این حالا هم از پی من است آخه. اما تو با پدری من برای پولش خانه‌دار میشوند. زیغ شدن پدرم را نمیخواهم. من هم زیغ شوی دختری عمم را نمیخواهم. اگر این توی شود ملیس خفه میشود. این را بین چه خیلی بازی دارد به وجدان. اما کی بازی کلان میکند حالا میبینی. حق است یادنم برادر، ولی از دستمون چیزی نمیوید. میدونی چی؟ اگر ملیس در اینجا میشد کاری هم میکرد که مانع این خانه‌داری میشد. گوش کن چی میگویم. تو کاری کن که به گوش ملیس صدایی رسد. بگو که ملیس بیا
توی مادرت رو مونیشم. قسم میخورم که ملیس دویده میوید. کاری کرده این توی رو تمام میکنم. بین هم خانم تولین دخترش رو با تمامی هستی گوش میکنم. بله گوش میکند. از کجا گوش میکند؟ کمال برادر، ما هم نمیدانیم که ملیس در کجاست. حتی اما هم نمیداند تو در کجاست. من با تو این دروغ‌هایت رو نشون میدیم. حالا است. خیلی چیکار میکنیم عدنان برادر؟ نقشه میکشیم. چه خیل نقشه؟ نزدیک شو. خیر دولا، با من اجازت. شام در توی وا میخوریم. من به خانه‌ای که از این پس بابانو زندگی میکنم یک رفته ببینم که چه خیل حساس است. خیر ایست یک جای میبراییم. بسیار خوب. من همه قصر روم کنی بینم آمادگی چه خیل است. چی کار کردم؟ شد رفتیم. این افت بشر بینید. اینه بینید. پسری بی آداب. پدرت خانه‌دار میشود و تو اینجا صحبت کرده چای می نوشی. پیش درا رفتیم. تنی درخیز. خوشخبر به همه دوستداران ویدیورولیک های جالب یوتیوب، امروز برای بلده خاطر گرداندن شما یکی از کانال های بهترین یوتیوب رو با نام تاجیک ویدیو پیشنهاد میکنم که چون این کانال رو شما نیز در یوتیوب تاجیک انتظار بوده. در آن کانال شما میتوانید تمام فیلم و کلیپ های تاجیکی رو با صفت عالی سر وقت دسترس نمایید. با کانال تاجیک ویدیو درآمده ابونه شوید تا از ویدیوهای نوترین دنیا با خبر شوید. اگر خوی کمی دراز کش. نه خوبه من هجری. چیزی نشده است مرا. در اصل تو باید استراحت کنی. تو صبح در بالای سرم منتظر شدی. خوب نکردی. خوبم من خوبم. یگون چیز میخواهی؟ نه چی میخواهم آخر؟ تو در برم باشی بس است مرا. وای بله من بسیار تشنه شدم. برایم آب آوردن میتوانی؟ تمام حاضر. با هجری جان رو ببینه. برای شوربا اون قدر ناز کرده بود که حاضر باشد پروانه شده است. قوت عشق رو ببینه. از هجری دیگر چی میتوانم بخواهم؟ بسیار خوب شدم میجری. دستان درد رو نبینه جانم. نه انیق جایز نیست میگوید. باید چیزی پرسم که جایز باشد. ولی چی؟ مرحمت سنم جانی من. بسم الله. رحمت جانم. نوشی جان جانی من. چی شد سنم؟ وای دستم درد میکند. من بگونه نیستم که تو تنها سخن کن سخن. سنم جان خدا شفا دهد. خدا شفا دهد دخترم. سلامت باشید. دیدی دوگانه؟ این دختر هجری رو که های بدام افتانده است. نه دوگانه نمیبینی. دختر یرادار است. هجری تنها با کمکی او آمده است. خطا فکر میکنی؟ اگر ما با اینجا نمی آمدیم این دختر هجری رو میگفت که دست و پایش رو هم شوید. نه این خیلی نیست. از کجا پیدا شدن اینها؟ چه خیلی با هجری زیبا صحبت داشته. خدا را شکر چیزی نشده است دخترم. خداوند تو را به هجری بخشیده است. رحمت توی کی می شود دخترم؟ هجری میگوید در حال خانه‌دار شویم اما من میگویم سراسیمه نشویم. من کی این خیلی گفتم من؟
دخترم کاری خیر رو تیزانیدن در کار است. هجری نشین ایست برای من یک شربت میوه آورده میتوانی؟ چی بانه؟ холаи гулсунҷон медонед ки зиёрати бемор кӯтоҳ мешавад ҳамин хел не? духтарам ҳамин хел аст, аммо мо навомадем. медонам раҳмат дардро набинеду, вале бо иҷозататон ба ҳиҷрӣ танҳо мондан мехоҳам. аммо ин ҷоиз аст аз ҳозир якҷо танҳо монданатон? ҷоиз аст ман аз муфтӣ пурсидам. хубу аз ҳиҷрӣ пурсидим агар? равед акнун бас будагис хайр не? хез гулсум мо равем, бечора духтар каме истироҳат кунад. бифармо. ташаккури зиёд ҷонам. китфам бисёр дард мекунад, стаконро дошта наметавонам. бахшиш. гӯё худаш нӯшида наметавонад. туро гуфта будам ку ин духтар ҳиҷриро дар ангушташ бозӣ медоронад. хонадор мешаванд, мон духтар бозӣ кунад, каме ҷилва кунад. баъди моҳи асал ҳамроҳи бону дар ин ҷо зиндагӣ мекунам. хайр ин гирду атрофро каме тоза кардан лозим. аҷабо даруна чӣ хел бошад, рафта бинем. بیدار شو زود باش میرویم. بانو جان نکن خیلی چی ما با سر نکن پانویت را. بیدار شو، دیوانه هستی مگر؟ حاضر میبینی که اون علامت. زود خیز رفتیم. نمیوه این دیوانه که دچه کنانی دیوانه بیوه. چی گفتی؟ کنانی دیوانه؟ خانه خالی گفته به خانه کنانی دیوانه آوردی مرا. در حال فهمیدی، به خدا آفرین. من این رو به تو نگفته بودم اگر دیوانه برای شب گذرانی به خانه کنعان دیوانه آوردی مرا. کنی خیز چیکار میکنی ها؟ یا خدایا من اینجا کم ترک خواب کنم چیکار میکنی؟ کنعان خانه ش استفاده نمیبرم، میمونی با ازور خواب میکرد مخی. او حیوانی خیلی خانه 10 تا داره. شاگرد اینجا خیلی کار داره نه؟ من که به ماهی اصل رفتم شما همه اینجا رو با ترتیب می‌دارید. تو پروا نکن، ما همش رو حل میکنیم. بی عقل، تو از جانت بیزاری. چرا جانی مرا در خطر گذاشتی؟ کنعان مرا اینجا بیند میکشد آخر. تو برای کنعان دیوانه داملوزیو هستی؟ تو آرام باش، هیچی نمیگه ترا آخی. خبلین مثل دیوان ها گپ نزن. چشمی وی آدم غیر از بانو کسی دیگر را نمیبیند. در فکر زیاد هست مگر؟ خدایا حالا هم گپ زده ایستاده ای. برادر تو چی اینقدر میترسی؟ ترسونشه کی؟ چی میترسی؟ کنعان دیوانه آید اومدن گیره او رو میکشیم امیجا. من به امینم او را قصد دارم، این امیجا میکشمشه. کنی یک بالا رو ببینیم چی هست. برادر کنعان دیوانه اومد، هر مورو امیجا میکشه. تو اینجا کنعان دیوانه را بکش، من میروم. خودت را خوب نگاه کن شوکت. برادر مرا گذاشته در حال به کجا میروی؟ ای برادر مرم بفرو. آخر مرا گذاشته به کجا میروی؟ برادر من چیکار کنم؟ نه نمیشود، به این لباسای بیت من دیگر هیچ کس نمیترسه.
ака аз боло як садо омадагом дуст бошад. чӣ хел дузда? не кадом дуст ҷасорат мекунад ки хонаи ман дарояд ҳа? кани рафта бинем. як ташмур ду ташмур акай канон иддат назар бар падарат лаънат вампири ҳамаш диққат акай канонҷо биё дастафа бусум биё акаҷон як буса ай рӯи нуронӣ дарун буша кумака шавкат ман туро дар ҳама ҷо мекубам ту дар хонаи ман пинҳон шудая туро мекушам вампири капир ака пистолета наход тарафи даҳан бикунӣ ӯ болаяй ту дуо кун ки дар даҳонат монда ҳоло боз мебинӣ ки ин силоҳро дар куҷо мебонам кани хезет хушколаҳон наи шуморо бара сагилаин инро ба анбор мебарем дар он ҷо мекушем бо хуни ифлос ин ҳаромӣ хонаи бонуро ифлос кардан намехоҳад пешнаро мероем сагилаин рафтем талхама кафунди ҳайвони ки чӣ ёдӣ инро доред лаббай бонаҷон албатта ҷонам албатта ҳозир меоям маро гӯш кунед ҳозир маро ба назди хонаи бону бурда ин аблаҳро ба амборхона баред худам шахсан ба сараш мепаронам ин хоини хархоидаро акакадон ака як чизи муҳимро бугум мана бахшетон ака туро ман ба назди суқрот мефиристам харбача ака суқрот дар ин ҷо чӣ дахл дора ман айранг рӯи суқрот безорам ҳамира фаҳмоне як мардаки риштафед афташ хунук чашмуш бастагӣ хичаранги пиратски карибски море карай суқрота парондан ку ҳамро мега какано чӣ парондану бешухи суқрота парондан ё худоё бисёр хабари хуш касе суқрота паронда парвардигор ҳафтпушташа раҳмат кана ман барам ҳамин хабари хуша ба бародари азизам домлозиё бирасонам хай акай канон иҷозат ман бирам мегум шавкат ба мошин ши ака ман худам ба сомон таксӣ мерам раҳмати калон саврчам канони девона аз рости одами маро мекушад ака сағираю ме додари домлузиём ака мисле ки сарам бебало буд боз ту аз куҷо баромадӣ бесте ям маслиҳат кунем охӣ